سلام. یک ویدیو را بالا ببینید. از غلام سخی است، همون کسی که تشنج داره، مشکل داره. اولین ویدیوهای غلام سخی است که آمد همایون افغان بازی صحبت کرد و اینمی یک جرقه و یک استارت شد که زندگی غلام سخی را نجات داد از زیر پول ساخته، از جاهای پدری ها رسانه ها پیدا کرد و برای سرگرمی و خنده و برای ساتری مردم میره و روی پرده های تلویزیون ها و رسانه ها. غلام سخی چند ساله شدی؟ جالبی غلام سخی اینجاست که هیچ متوجه نمیشه که چی میگه. جواب سوال یک چیز دیگه میگه. استفاده میکنی مواد؟ مثلا میگه که چند ساله هستی؟ میگه یک ساله. میگه چی استفاده میکنی؟ میگه قاچاقبر هستم. این نشان دهنده از است که مردم ما و شما، مردم افغانستان فرهنگ زیاد دنبالش نیست. اگر یک کسی بیاید بسیار منظم صحبت بکنه، اگر یک کسی بیاید از اخلاق، از تربیه از اینجا صحبت بکنه، کسی رشد نمیکنه، کسی اهمیت نمیده. اما امثال غلام سخی، امثال او یک تا بچه دیگه بود به نام که پدرش رو مشهور ساخت، میگفت که من خلبان میشم. امثال از اینا را زود در جامعه ما چیز میکنه. میتونی خوانده ایره؟ عرفات بود اسمش، عرفات، امثال عرفات اینا خیلی خوب در جامعه رشد میکنه، چون مردم بیشتر برای فهم و درک و برای بهتر شدن در سوشال میدیا و در رسانه ها چیز نمیکنه. مردم بیشتر به خاطر ساتری و به خاطر وقت گذراندن، به خاطر این موضوعات است که متاسفانه امثال اینا، امثال تیک تاک، در تیک تاک نجیب باروت و نمیفهمم و یک بچه دیگه است، چند تا از اینا خیلی طرفدار داره. متاسفانه در رسانه ها و در سوشال میدیای افغانستان کسایی هست که بیشتر فحاشی و بیشتر دیوانه‌گری میکنه یا مشکل داره یا نقص مغزی داره. اینی انسان ها بیشتر در جامعه افغانستان زود رشد میکنن، چون جامعه افغانستان دیوانه پرور است. اگر مثلا یک استاد دانشگاه یا یک کسی که تحصیل یافته و تحصیل دیده باشه بیاید صحبت بکنه از تکنولوژی، از وضعیت زندگی افغانستان، اول خو مردم هیچی گوش نمیکنه و حمایت هم نمیکنه. اما اینی تو موضوعات بیشتر رشد میکنه و خواستم که یادتان نره، فراموشتان نشوه. غلام سخی را ببینید و لذت ببرید. و انزلی نمی جاکته؟ بله ها.